از دوره ابتدایی تا دبیرستان و دانشگاه جرم رو اینجوری واسه ما تعریف کردن. گفتن جرم مقدار ماده تشکیل دهنده جسمه. این تعریف اگه اشتباه نباشه یه تعریف ناقصه. به ما گفتن جرم ثابته، در حالی که به راحتی میشه ثابت کرد جرم ثابت نیست، میتونه تغییر بکنه. به ما گفتن چیزی به نام جرم نسبیتی وجود داره، به این معنا که وقتی که سرعت جسم زیاد میشه با افزایش سرعت جسم جرمش هم زیاد میشه. این هم غلطه، چیزی به نام جرم نسبیتی وجود نداره. به ما گفتن در طبیعت و در فیزیک فقط یک نوع جرم وجود داره. این از همه غلط تره، چون حداقل 6 نوع جرم وجود داره. برنامه من تو این ویدیو اینه که اول در مورد جرم واسهتون توضیح بدم، اون ذهنیت‌های غلط از ذهنتون بره بیرون، بعد اون 6 نوع جرم واسهتون معرفی میکنم هر کدومو، و در آخرم بهتون میگم که هر نوع از این جرم‌ها رو ما چطوری اندازه‌گیری میکنیم. همراه با همون توضیحات با من همراه باشید. جرم رو اینجوری واسه ما معرفی کردن: جرم مقدار ماده تشکیل دهنده جسمه. خب اگه این تعریف درسته، پس تکلیف ذراتی مثل فوتون ها چی میشه؟ ما میدونیم که نور از ذراتی به نام فوتون ها تشکیل شده که این ور اون ور میرن با سرعت نور. آیا این ذرات جرم دارن؟ اگه جرم دارن، جرمشون رو چطوری اندازه‌گیری بکنیم؟ اصلا چه نوع جرمی دارن؟ ایراد دومی که وجود داره این که میگن جرم ثابته. همیشه با ما گفتن جرم اجسام ثابته، یک ویژگی ثابت و تغییر ناپذیره، برخلاف مواردی مثل وزن که مثلا تغییر میکنه، از این نقطه زمین به اون نقطه زمین یه ذره تغییر میکنه، از این سیاره به اون سیاره تغییر میکنه. میگفتن جرم ثابته اما وزن تغییر میکنه. خب این که وزن تغییر میکنه کاملا درسته، اما جرم هم میتونه به راحتی تغییر بکنه، در فرآیندهای مختلف تغییر میکنه. شما یه تیکه چوب رو در نظر بگیرید، این چوب میسوزه، یه مقدار از این تبدیل میشه به دود میره هوا، یه مقدارش به صورت خاکستر باقی میمونه، اما قسمت قابل توجهی از اون هم به صورت انرژی گرمایی و نورانی در طبیعت ناپدید میشه. نه اینکه از بین بره، بلکه در طبیعت به انرژی دیگه تبدیل میشه. یه عنوان مثال دیگه در فرآیندهای واکنش‌های هستی، جرم تعدادی از ذرات به وجود میان یا از بین میرن در فرآیندهای هستی. خب این با موضوع ثابت بودن جرم در تناقضه. موضوع دیگه یه مثال حرفه‌ای در خلأ کوانتومی است. در خلأ کوانتومی ذرات در هر آن به وجود میان و ناپدید میشن. ذرات و پادذرات به وجود میان، همدیگر رو خنثی میکنن، نابود میشن، تبدیل میشن به انرژی. این فرآیند تبدیل انرژی به ذرات و ذرات به انرژی مدام اتفاق میفته. خب ببینید، پس ما با همین چند تا مثال ساده نشون دادیم که چیزی به نام پایستگی جرم هم موضوع درستی نیست. یعنی یه چیزی این وسط وجود داره به نام انرژی که مدام به جرم تبدیل میشه و جرم میتونه مدام به اون تبدیل بشه. در واقع جرم انرژی متراکم شده است. از اون زمانی که در 13 میلیارد و 700 میلیون سال پیش جهان ما شکل گرفت، همه چیز انرژی بود در لحظات اول. به مرور این انرژی بخش قابل توجهی از اون تبدیل شد به الکترون ها، کوارک ها و اتم ها شکل گرفتن، مولکول ها و سلول ها بعداً با وجود اومدن. از اونجا هی بخشی از این انرژی تبدیل شد به جرم. در واقع پس میتونیم بگیم که جرم همون انرژی متراکم شده است. همه چیز در طبیعت یا جرم یا انرژی. همه ما انرژی هستیم قبل از اینکه جرم باشیم. پس ثابت بودن جرم به این دلایل منتفیه. مورد بعدی که زیاد به خورد ما دادن، مخصوصا توی دانشگاه و حتی به دانشجوی فیزیک، موضوع جرم نسبیتیه. به ما گفتن وقتی جسم رو شتاب می‌دیم و سرعتش رو زیاد و زیادتر می‌کنیم، جرمش به همون نسبت اضافه میشه. واسه این موضوع هم به رابطه M مساوی گاما M0 اشاره میکردن که گاما یک تابع هست از سرعت به صورت 1 بر روی رادیکال 1/v2 به c2. c که سرعت نور، v هم سرعت جسمه. خب این هم اشتباه، چون این جرم نسبیتی نیست، بلکه جرم لختیه. جرم لختی نسبیتی. در موردش توضیح میدیم. موضوع بعدی انواع جرمه. در مورد همه اینایی که گفتیم یه اطلاعات غلطی حداقل به ما داده شده، ولی متاسفانه در مورد انواع جرم اصلا هیچی نگفتن. هیچ جا نگفتن چند نوع جرم وجود داره. بحث اصلی ما اینه. با من همراه باشید تا این 6 نوع جرم رو واسهتون توضیح بدم که چی هستن، برای چه ذراتی با هم مساویان، برای چه نوع ذراتی و در چه حالتایی با هم دیگه متفاوت میشن، هر ذره میتونه چه نوعی از این جرم ها رو داشته باشه و اینکه هر کدوم از اینها رو ما چطوری اندازه‌گیری می‌کنیم. ولی نوع جرمی که بخوام خدمتتون معرفی کنم جرم سکونه. اسمش روشه، یعنی جرم جسمی که در حال سکونه یا حرکت نداره. این نوع جرم یک کمیت ثابت ناورداست. ناوردا یا اینوریانت. ناوردا یعنی چی؟
یعنی که یک کمیت برای تمام ناظران لخت یکسان اندازه‌گیری بشه. یعنی تمام ناظرهایی که نسبت به اون کمیت ساکنند یا با سرعت ثابت نسبت به اون حرکت میکنند، مقدار اون رو یکسان اندازه‌گیری کنند. بذارید یه مثال بزنم. فردی رو در نظر بگیرید که اینجا در فاصله ای از من ایستاده، نسبت به من ساکنه. فرض کنید که این شخص جرم من رو m اندازه‌گیری میکنه. حالا یه شخص دیگه اونجا با ماشین یا موتور یا هر وسیله دیگه داره با حرکت میکنه با سرعت ثابت. اون شخص هم که با سرعت ثابت نسبت به من حرکت میکنه، جرم من رو دقیقاً همین مقدار m اندازه‌گیری میکنه. این میشه مفهوم ناوردایی جرم. یعنی جرم سکون یک کمیت ناورداست. آیا فقط جرم سکونه که یک کمیت ناورداست؟ جواب منفیه. خیلی کمیت دیگه هم هستن که این ویژگی رو دارن، مثل بار الکتریکی. بار الکتریکی هم یک کمیت ناورداست. پس اولین نوع جرم شد جرم سکون و این جرم ثابتیه. یکسان اندازه‌گیری میشه واسه چارچوبای مرجع لخت. حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا اجسامی در طبیعت وجود دارن که دارای جرم سکون نباشند؟ جواب مثبته. ذراتی مثل فوتون ها یا همون ذرات تشکیل دهنده نور و همه ذرات دیگه‌ای که با سرعت نور حرکت میکنن جرم سکون ندارن. معادله انرژی انشتین رو در نظر بگیرید تو نسبیت خاص. این رابطه است. E2 مساوی است با P2 C2 به اضافه MC2 C4. در اینجا E انرژی جسم، P تکانشه، C سرعت نور و M0 جرم سکونشه. خب برای ذراتی مثل فوتون ها که جرم سکون ندارن M0 رو قرار بدیم 0، به این معادله میرسیم E2 مساوی P2 C2 یا E مساوی PC. همونطور که میبینید برای ذراتی که فاقد جرم سکونند، انرژی جسم برابر با حاصل ضرب تکانش در سرعتش. یعنی چی؟ یعنی که این ذراتی که فاقد جرم سکونند همه چیزشون انرژی و تکانه، یا با سرعت نور حرکت میکنن و انرژی دارن یا اصلا وجود ندارن. جرم سکون به انگلیسی میشه rest mass. اینو واسه اون کسانی میگم که علاقمندن فیزیک رو به صورت حرفی دنبال بکنن. دومین نوع جرم لختی هست. جرم لختی یا inertial mass. mass میشه جرم، inertial میشه لختی یا اینرسی. تعریف جرم لختی چیه؟ به مقاومت اجسام در برابر تغییر سرعت یا شتاب گرفتن میگیم جرم لختی. حالا این تغییر سرعت میتونه به صورت افزایش سرعت باشه یا به صورت کاهش سرعت، فرقی نمیکنه. میگیم جرم لختی. جرم لختی به دو نوع تقسیم میشه: جرم لختی نیوتنی، جرم لختی نسبیتی. در ادامه توضیح میدیم که جرم لختی نیوتنی حالت خاصی از جرم لختی نسبیتیه. خود جرم لختی نسبیتی به دو دسته تقسیم میشه. یکی برای اجسامی که با سرعت کمتر از سرعت نور حرکت میکنن، یعنی همین اجسام معمولی مثل ماشین، مثل حرکت کردن قطار، هواپیما، مثل الکترونی که ما شتابش میدیم، اجسام معمولی هستن که سرعتی کمتر از سرعت نور دارن. دسته دوم برای اجسامی که با سرعت نور حرکت میکنن، مثل فوتون ها. فوتون ها با سرعت نور حرکت میکنن. خب از این توضیحات نتیجه میگیریم که تمام اجسام جرم لختی رو دارن، برخلاف جرم سکون که ذراتی مثل فوتون ها نداشتن. در مورد جرم لختی همه اجسام این نوع جرم رو دارا هستند. اجازه بدید در مورد نیروی لختی بیشتر توضیح بدم تا واسهتون بهتر جا بیفته. اول نیروی لختی نیوتنی. فرض کنید یه سطحی داریم که روی این سطح یه جسمی قرار داره. من یه نیرویی بهش وارد میکنم به صورت هول دادن. اگه نیرو به اندازه کافی بزرگ باشه، این جسم شروع میکنه به شتاب گرفتن. یعنی چی؟ یعنی سرعتش از یک مقدار v مساوی 0 به یک مقدار v مخالف 0 میرسه. یعنی v دیگه مخالف 0 خواهد بود و این شروع میکنه به حرکت کردن. خب اینجاست که ما میگیم این جسم دارای یک جرم لختی است. یک مقاومتی از خودش نشون میده که این مقاومت برابر با جرم لختیش. حالا فرض کنید به جای این جسم چند تا جسم داشته باشیم روی سطح. به همه این اجسام، به همین چند تا جسم ما همون نیروی یکسان F رو وارد میکنیم. خب رفتار اینها نسبت به نیرو متفاوت خواهد بود. اونایی که حرکت میکنند با سرعت‌های متفاوتی حرکت میکنن، با شتاب‌های مختلفی به حرکت در میان. اونهایی که مقدارشون سنگین‌تر از یه مقدار خاصی باشه، شتاب اصلا نمیگیرن تحت این نیرو. پس همونطور که میبینید پاسخ این اجسام به این نیروی ثابت پاسخ یکسانی نیست. اینجاست که میگیم اونی که سخت‌تر حرکت میکنه یا سخت‌تر شتاب میگیره، اون جرم لختی بیشتری داره. مقدار این جرم لختی رو در این روش میتونیم از رابطه F مساوی ma به دست بیاریم.
به این صورت که ما F که وارد کردیم، نیرویی که وارد کردیم رو میدونیم چقدره، شتابی رو که به دست آورده اندازه میگیریم، میگیم طبق طبق قانون دوم نیوتن F مساوی است با ma، پس M مساوی است با F تقسیم بر A. برای هر کدوم از اینها M های مختلفی به دست میاد. خب این شد از جرم لختی نیوتنی تو مکانیک نیوتنی. چون تو مکانیک نیوتنی داره انجام میشه در سرعت‌های معمول و کمتر از سرعت نور، بهش بگیم جرم لختی نیوتنی. حالا فرض کنید که سرعت زیاد و زیادتر بشه، اینقدر زیاد بشه که نسبت به سرعت نور قابل توجه باشه، یعنی اونقدر نباشه که ما نسبت به سرعت نور ناچیز در نظرش بگیریم. اینجا وارد حیطه جرم لختی نسبیتی میشیم. پس توجه کنید دوستان، ما هر وقت ذرات یا اجسامی داشته باشیم که سرعتشون نسبت به سرعت نور ناچیز باشه، حرکتشون رو به صورت مکانیک نیوتنی بررسی میکنیم. هر وقت سرعت ناظرها یا سرعت اون ذرات یا اجسام نسبت به سرعت نور قابل توجه باشه، دیگه عملا وارد مکانیک نسبیتی میشیم. به همین دلیلی که میگیم مکانیک نیوتنی حالت حدی مکانیک نسبیتیه. حالا میخوایم در مورد جرم لختی نسبیتی صحبت بکنیم. گفتیم جرم شتاب گرفته، سرعتش هم نسبت به سرعت نور سرعت قابل توجهیه، مثلا 1/10 سرعت نوره یا نصف سرعت نوره، یا در مورد ذرات کوچیک مثل الکترون ها میتونه 9/10 سرعت نور باشه. خب اینا چی؟ جرم لختی اینا چه نوع جرمیه؟ جرم لختی اینها جرم لختی نسبیتیه. جرم لختی نسبیتی. در اینجا جرم لختی نسبیتی رو از رابطه انشتین به دست میاریم، از رابطه‌ای که برای جرم معرفی کرده بود. M مساوی گاما M صفر. تاب گاما اینه: 1 بر روی رادیکال 1 منهای V2 به C2 و جرم لختی در مکانیک نسبیتی از این رابطه به دست میاد. M صفر جرم سکونه، همون جرمی که در حالت اول معرفی کردیم. V هم سرعت جسمه. این تابع به ما میگه هر چی سرعت جسم نسبت به سرعت نور قابل توجه تر باشه، ضریب گاما هم بزرگتر میشه و جرم لختی جسم دیگه اون مقدار اولیه M صفر نخواهد بود. اون مقدار اولیه M صفر نخواهد بود و زیاد میشه. یعنی هر چی جسم سرعتش بیشتر باشه، جرم لختیش بیشتر میشه. در مکانیک نیوتنی چون سرعت یعنی V نسبت به C خیلی کوچیکه، ترم V به C از بین میره، گاما عملا برابر 1 میشه و M مساوی میشه با M صفر. پس چی شد؟ در مکانیک نیوتنی جرم لختی برابر با جرم سکون جسم. چرا؟ چون سرعت‌ها خیلی کمن. عملا گاما میشه 1، M میشه M صفر. اما در مکانیک نسبیتی دیگه جرم لختی برابر M صفر نیست، بلکه بزرگتر از M صفره. هرچی سرعت بیشتر، جرم لختی بیشتر. البته این برای اجسامی که با سرعتی کمتر از سرعت نور حرکت کنن. پس این شد حالت دوم. حالت سوم برای ذراتی که با سرعت نور حرکت میکنن، مثل فوتون ها. خب فوتون ها با سرعت نور حرکت میکنن، یعنی از این رابطه هم نمیتونیم استفاده کنیم. اینجا جرم لختیشون چطوری به دست میاد؟ آیا اصلا اینا جرم لختی دارن؟ آیا ما واسه فوتون میتونیم جرم لختی رو تعریف بکنیم؟ جواب بله. فوتون ها هم جرم لختی دارن. فوتون ها وقتی به سطوح برخورد میکنن و ساکن میشن، حالا جذب اون سطح بشن یا نه، یا وقتی به ذرات برخورد میکنن تو آزمایش‌های مثل آزمایش کامپتون، جرم لختیشون تغییر میکنه. چطوری تغییر میکنه؟ ما گفتیم اینا که جرم سکون ندارن که. معادل انرژی تو نسبیت خاص واسهتون معرفی کردم، در نظر بگیریدش. E2 مساوی است با P2 C2 به اضافه E صفر 2 یا همون M صفر 2 C4. گفتیم جرم سکون ندارن فوتون ها، M صفرشون میشه 0. برای فوتون ها E برابر میشه با PC. یعنی چی؟ طبق این نتیجه E مساوی PC، ای که انرژی، P هم که تکانه است، C هم که سرعت نوره که ثابته. طبق این تساوی جرم لختی فوتون ها به انرژی و تکانهشون بستگی داره. یعنی انرژی و تکانه یک فوتونه که معرفی میکنه اون فوتون جرم لختیش چقدر تغییر کرده، زیاد شده یا کم شده. مثالاش هم گفتم مثل برخورد با سطح. پس فوتون هم جرم لختی داره. تمام ذراتی که با سرعت نور حرکت میکنن هم جرم لختی دارن. منتها جرم لختیشون بر حسب انرژی و تکانهشون به دست میاد. به عنوان مثال در آزمایش کامپتون اگه در جریان باشید، فوتون های نور رو میان میکوبن به ذراتی مثل الکترون ها، الکترون های ساکن. بعد از اینکه فوتون به الکترون ساکن برخورد میکنه، هر دو ذره پراکنده میشن و دارای انرژی میشن. این میزان پراکندگی فوتون، حالا با توجه به اینکه فرکانسش چی باشه، متفاوته. و اینجا این تکانه فوتونه که اینجا نماینده جرم لختی اونه.
از این حرفایی که من زدم دو تا نتیجه مهم میشه گرفت. نتیجه اول این که تمام اجسام جرم لختی دارن، چه سرعتشون کم باشه تو مکانیک نیوتنی حرکت کنن، چه سرعتشون نسبت به سرعت نور قابل توجه باشه مکانیک نسبیتی، چه با سرعت نور حرکت کنن. نتیجه مهم بعدی اینه که تمام اجسامی که جرم سکون دارند جرم لختی هم دارند. اما اگه جسمی جرم لختی داشته باشه الزاما جرم سکون نداره، مثل فوتون ها. جرم گرانشی چیه؟ جرم گرانشی پاسخ اجسام به میدانهای گرانشی دیگه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه جسم چگونه تحت تاثیر سایر میدانهای گرانشی قرار میگیره و چگونه با اجسام دیگه برهمکنش گرانشی میکنه. نیروی گرانشی در مکانیک نیوتنی از رابطه مقابل به دست میاد. Fg مساوی است با G m1 m2 تقسیم بر r2. در اینجا Fg نیروی گرانشی هست، G ثابت جهانی گرانش هست، m1 و m2 دو تا جرم هستن، جرم دو تا جرم هست بر حسب کیلوگرم که هر دو جرم گرانشی هستن و r هم فاصله مرکز جرم های اونها است. در نسبیت خاص ما گرانش نداریم. فرض بر اینه که اجسام با سرعت خیلی بالا نزدیک به سرعت نور حرکت میکنن یا حداقل سرعتشون قابل مقایسه با سرعت نوره، اما گرانشی در کار نیست. میرسیم به نسبیت عام. در نسبیت عام گرانش رو داریم، منتها اونجا دیگه به صورت مکانیک نیوتنی نیست، بلکه گرانش یک پدیده هندسی است. به این صورت که گرانش میتونه هندسه فضا زمان رو تغییر بده. اجسام با توجه به انرژی یا جرم گرانشی که دارند باعث تغییر انحنای فضا زمان میشن و این باعث میشه که رفتار اجسام دیگه توی میدانهای گرانشی اینها یه مقدار پیچیده باشه. بحثش خیلی مفصل‌تر از این حرفاست که بخوایم توی این چند دقیقه بگیم. حتی ذراتی مثل فوتون که با سرعت نور حرکت میکنن و جرم سکون ندارن، آیا اینها هم جرم گرانشی دارن؟ بله، اینا هم جرم گرانشی دارن. جرم گرانشی فوتون ها رو چطوری به دست میاریم؟ از این دو تا معادله، E مساوی HF که پلانک معرفی کرد و E2 مساوی P2C2 به اضافه M0.2C4 که در نسبیت خاص معرفی کردیم. اگه در رابطه پایین به جای M0 قرار بدیم 0، این میشه PC. در رابطه بالا هم که این مساوی است با HF. H ثابت پلانک و F فرکانس نوره. اگه این دو تا رو با هم دیگه مساوی قرار بدیم M به دست میاد HF تقسیم بر C2. یعنی جرم گرانشی یک فوتون برابر است با HF به C2. چون H و C ساکن هستند، این فرکانس اون فوتون هست که تعیین میکنه جرم گرانشیش چقدر زیاد یا کم باشه. پس طبیعتاً ذراتی مثل ذرات گاما، فوتون‌های گاما و فوتون‌های بنفش و فرابنفش جرم گرانشی بیشتری دارند نسبت به فوتون‌های سرخ و فروسرخ و اینا. هرچی فرکانس بیشتر میشه جرم گرانشی بیشتره و بالعکس. خب سوال مهم بعدی که پیش میاد اینه که این فوتون‌ها چطوری به گرانش پاسخ میدن؟ واقعیت اینه که ما در مکانیک نیوتنی نمیتونیم به این سوال پاسخ بدیم، چون مکانیک نیوتنی برای اجسام با جرم سکون صفر تعریف نشده، از همون اول فرمول بندی نشده. در مکانیک نسبیت خاص هم نمیتونیم جواب بدیم، چون مبنا و فرض اولیه مکانیک نسبیت خاص اینه که گرانش وجود نداره. اما در نسبیت عام میتونیم جواب بدیم. چرا؟ چون اصلا اساس نسبیت عام بر مبنای حضور گرانشه. فوتون‌ها در نسبیت عام چطور به گرانش جواب میدن؟ داستان اینه که در نسبیت عام فوتون‌ها تحت تاثیر هندسه فضا زمان حرکت میکنن. جسم مورد نظر با توجه به اینکه چقدر جرمش زیاد باشه شکل هندسه فضا زمان رو تغییر میده و اون رو خمیده میکنه. فوتون‌ها وقتی در معرض این جرم قرار میگیرن با توجه به میزان گرانش و در نتیجه با توجه به میزان خمیدگی فضا زمان مسیرشون کمی از مسیر مستقیم منحرف میشه. برای اجسام معمولی که جرمشون خیلی کمه این میزان انحراف خیلی خیلی ناچیزه، اما برای اجسام بزرگ مثل سیاهچاله ها این تغییر واقعا قابل توجهه. حتی برای اجسامی مثل خورشید هم میشه این انحراف رو اندازه‌گیری کرد و جرم گرانشی فوتون ها رو به دست آورد. چهارمین نوع جرم ذاتیه. برای اینکه این نوع جرم رو توضیح بدیم از یه مثال استفاده میکنیم. شما بدن من رو در نظر بگیرید. فرض کنید جرم بدن من 80 کیلوگرم باشه. خب بدن من از الکترون ها، پروتون ها و نوترون ها تشکیل شده. خود پروتون ها و نوترون ها از کوارک ها تشکیل شدن. پس اگه تعداد الکترون ها و کوارک های موجود در بدن من رو تخمین بزنیم و جرم تک تک اینا رو با هم دیگه جمع کنیم، عادتاً باید حاصل برابر بشه با 80 کیلوگرم.
ولی اگه این کار انجام بدیم میبینیم که این 80 کیلوگرم نمیشه که هیچی، یه چیز حدود 800 گرم میشه. یعنی حدود 1% جرم واقعی بدن من. خب این اختلاف جرم کجا رفته؟ این اختلاف جرم تکلیفش چیه؟ چرا انقدر تفاوت داریم؟ این اختلاف جرم 90% به صورت انرژی پتانسیل در پیوندهای بین اتم‌ها و مولکول‌های بدن من ذخیره شده. اگه یادتون باشه اول همین ویدیو گفتم انرژی و جرم چیزی جدا از هم نیستن. گفتیم جرم فقط حالت خاص و متراکم شده‌ای از انرژیه. پس خیلی ساده میتونیم بگیم بدن من از جرم و انرژی تشکیل شده. معادله معروف انیشتین هم دقیقاً همینو میگه. این مساوی MC2 رو میگم. طبق همین استدلاله که انیشتین نتیجه میگیره این مساوی است با MC2، یعنی جرم هر جسم در مربع سرعت نور برابر با انرژی کلش. و طبق همین استدلال میگه که انرژی خیلی زیادی درون اجسام نهفته است. کاری نداریم، اجازه بدید به همون مثال بدن من برگردیم. گفتیم کل بدن من روی ترازو 80 کیلوگرم جرم سکون داره. گفتم اگه جرم کوارک ها و الکترون هاشو همه رو محاسبه کنیم با هم دیگه جمع بزنیم همینا مجموعاً میشن 800 گرم، یعنی حدود 1/100 این جرم بدن من. ما به این جرم کوارک ها و الکترون ها میگیم جرم ذاتی. پس جرم ذاتی چی میشه؟ مجموع جرم کوارک ها و الکترون های تشکیل دهنده جسم، یعنی جرم ذرات تشکیل دهندش بدون در نظر گرفتن انرژی که این ذرات رو به هم دیگه پیوند میزنه. این میشه جرم ذاتی. خب تا اینجا من 4 نوع جرم رو معرفی کردم: جرم سکون، جرم لختی، جرم گرانشی و جرم ذاتی. سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که آیا همه اجسام جرم ذاتی دارن؟ نه. اونایی که جرم سکون ندارن مثل فوتون ها جرم ذاتی هم ندارن. چرا؟ چون انرژی خالصن. اما اون 3 نوع دیگه دارای جرم ذاتی هستن. چرا؟ چون از ذرات تشکیل شدن. همه ذراتی که جرم سکون دارن، جرم لختی دارن و جرم گرانشی دارن از ذرات تشکیل شدن، پس ناچارن دارای جرم ذاتی هستن. پنجمین نوع جرم موهومیه. همونطوری که از اسمش معلومه جرمش یک عدد حقیقی به دست نمیاد، یک عدد موهومیه. یعنی برای این ذرات M2 کوچکتر از صفره. یعنی اگه وجود داشته باشن ناچارن باید جرمشون موهومی باشه. به این ذرات میگن تاکیون. آیا این ذرات واقعا وجود دارن؟ به لحاظ تئوری در بعضی از نظریات ریسمان اینا ظاهر میشن. به لحاظ عملی هنوز کسی نتونسته اینها رو مشاهده یا ابزرو بکنه. روی این حسابه که نمیتونیم بگیم واقعا وجود دارن یا نه. تا وقتی که ابزرو نشن اینا اعدادی هستن که در نظریات فیزیک به وجود اومدن. ویژگی این ذرات چیه؟ با سرعتی بیشتر از سرعت نور حرکت میکنن. اصل علیت رو نقض میکنن. هر چی سرعتشون بیشتر بشه انرژیشون کمتر میشه، یعنی انرژی از دست میدن به جای که به دست بیارن. با توجه به شرایط موجود به نظر من باید فعلا وجود این ذرات رو منتفی بدونیم. ابزرو نشدن که هیچی، با قوانین حال حاضر فیزیک هم جور در نمیان. اینکه حالا با سرعت بالاتر از سرعت نور حرکت میکنه، اینکه علیت رو نقض میکنه و اینکه ذراتی با جرم‌های موهومی یا مختلط عملاً ابزروبل نیستن، قابل اندازه‌گیری نیستن. اینا همه مواردی هستن که یه مقدار شانسشون رو برای اینکه یه روزی ابزرو بشن کم میکنن. اگه با این اصول در تناقض نبود خب حداقل به لحاظ تئوری ما میتونستیم بهتر اینا رو بپذیریم تا روزی که مشاهده بشن. فعلا پس وجودشون منتفیه. مورد ششم، ذرات با جرم منفی. لابد میپرسید این دیگه چه سمیه؟ جواب اینه یه سمیه تو مایه‌های همون تاکیون ها، منتها نه به اندازه اونها نچسب و ضد حال. به این صورت که اینا وجود خارجی ندارن. ما میدونیم که ذرات با جرم منفی وجود ندارند. یه جور کلاه شرعی ان. ما مفاهیم مثل حفره رو در نیمه رسانه ها یا فنون ها رو در فیزیک حالت جامد اختراع کردیم واسه اینکه بتونیم یه سری مفاهیم رو توضیح بدیم که البته خیلی هم موفقیت آمیز بوده. این ذرات با جرم منفی هم یه چیزی تو این مایه‌هان، یعنی همونطوری که گفتم یه جور کلاه شرعی ان. ولی مشکل این دو ذرات هم اینه که فعلا اینا هم در حد حرفن. یعنی اینا هم به صورت ریاضی وجود دارن و مثل همون تاکیون ها هنوز مشاهده پذیر نشدن. پس ما نمیتونیم بگیم که اینها قطعا وجود دارن. تا موقعی که مشاهده پذیر نشن وجود اینها هم به لحاظ عملی حداقل منتفیه. پس ببینید من 6 نوع جرم رو معرفی کردم که 4 نوع اولش ابزروبل بودن. این دو مورد آخر تاکیون و جرم منفی بودن که یه جورایی مثل همن، فقط بحثشون بحث نظری. منم دیگه بیشتر از این توضیح نسبیتی گفتیم وجود خارجی نداره. در واقع به صورت کاملا اشتباه در سیر تاریخی وارد مفاهیم فیزیک شد، علل خصوص توی نسبیت. این نوع جرم
دلیل اصلی هم که وجود نداره من خدمتتون عرض میکنم. ببینید اگه وقتی جسم رو شما شتاب میدید سرعت زیاد میشه، اگه واقعا جرم زیاد بشه باید جرم ذرات تشکیل دهندش هم زیاد بشه، جرم کوارکاش، الکترون‌هاش اینا هم باید زیاد بشه، جرم پروتون‌ها، نوترون‌هاش باید زیاد بشه. خب چنین اتفاقی نمیفته. با افزایش سرعت جسم یا شتاب گرفتنش چیزی که زیاد میشه فاکتور گاماشه. گفتیم که جرم لختی برابر است با گاما M0. وقتی که جرم رو شتاب میدیم این گاماست که زیاد میشه و جرم لختیش که زیاد میشه. جرم نسبیتی زیاد نمیشه. اگه قرار بود جرم نسبیتی زیاد بشه باید جرم الکترون ها و پروتون ها و نوترون ها زیاد میشد، یا دقیق تر بگیم جرم الکترون ها و جرم کوارک ها باید زیاد میشد که این اتفاق نمیفته. جمع بندی انجام میدم. ببینید جرم سکون، اجسام، همه اجسام جرم سکون دارند به جز آنهایی که با سرعت نور حرکت میکنند مثل فوتون ها. این اجسام جرم سکون ندارند. جرم لختی، همه اجسام جرم لختی دارند، حتی اون ذراتی که با سرعت نور حرکت میکنن مثل فوتون ها. جرم گرانشی، تمام اجسام جرم گرانشی دارند. از بین جرمایی که توضیح دادیم 4 تا مورد اول گفتیم مشاهده پذیرن، مشاهده پذیر و قابل اندازه‌گیری. جرم سکون، جرم لختی، جرم گرانشی و جرم ذاتی. جرم ذاتی با اون ستای اول کاملا فرق داشت. جرم ذاتی با تقریب 1/100 جرم سکونه، یه مقدارش هم به کمک محاسبات به دست میاد. اما سه مورد اول، این سه مورد اول رو چطوری ما اندازه‌گیری کنیم؟ یعنی من الان دارم جرم رو اندازه‌گیری می‌کنم، چطوری بفهمم که دارم جرم لختی رو اندازه‌گیری می‌کنم یا دارم جرم گرانشی جسم رو اندازه‌گیری می‌کنم یا دارم جرم گرانشیش رو اندازه‌گیری می‌کنم؟ ببینید اولا که در اکثر موارد این سه تا یکی هستن. در قالب موارد این سه تا یکی هستن، مخصوصا وقتی که جرم ساکن باشه یا با سرعت خیلی کم تحت تاثیر نیرو قرار بگیره اندازه‌شون یکیه. اینجوری بگم که خودشون یکی نیستن، اندازه‌شون یکیه. اما واسه اینکه بدونیم بریم چیکار می‌کنیم، یعنی که تو این فرآیند اندازه‌گیری کدومو داریم انجام میدیم، من یه توضیح خیلی مختصر بهتون میدم. واسه اینکه جرم سکون رو اندازه‌گیری کنیم باید از ترازوی دو کفی استفاده کنیم. یا در یک کفه ترازو جرم مورد نظر رو قرار میدیم، در اون کفه دیگه‌اش جرم‌های مرجع رو قرار میدیم. جرم‌ها رو اونقدر تغییر میدیم تا جرم سکونمون به دست بیاد. چرا جرم سکون اندازه‌گیری میشه؟ به خاطر اینکه وقتی ما این سیستم ترازوی دو کفی به حالت تعادل میرسه، یک وزنی این سمت داریم، یک وزنی این سمت داریم، اون جی‌ها یا شتاب گرانشی در این تساوی در دو طرف با هم دیگه صادم میشه و جرمی که اینجا اندازه‌گیری میشه عملاً جرم سکونه. جرم لختی به این روش اندازه‌گیری نمیشه، چون جرم لختی باید تحت تاثیر تغییر سرعت اندازه‌گیری بشه. باید ما طوری روی اون جرم تغییر ایجاد بکنیم، نیرو وارد بکنیم که دچار تغییر سرعت بشه. جرم گرانشی هم اندازه‌گیری نمیشه، چون جی‌ها در طرفین صادر شدن. حالا جرم گرانشی رو چطوری اندازه‌گیری کنیم؟ جرم گرانشی رو با ترازوی یک کفی یا ترازوی دیجیتال اندازه‌گیری می‌کنیم. چطوری؟ من جسم رو قرار میدم روی ترازوی دیجیتال یا ترازوی یک کفی یا حالا همون ترازوی فنری، فرق نمی‌کنه. ترازویی که آویزون می‌کنه اونم کار همون ترازوی دیجیتال رو انجام میدن. سازوکارشون یکیه. اونایی که با فنر هوکینا کار می‌کنن. وقتی جسم رو روی این ترازو قرار میدیم، ترازو وزنش رو به ما میده. شتاب گرانشی هم با تقریب خیلی خوبی بلدیم. طبق رابطه W مساوی mg اگه وزن رو بر g تقسیم کنیم، W رو تقسیم بر g کنیم، جرم به دست میاد. جرمی که به این روش به دست میاد جرم گرانشیه. توجه کنید، جرم گرانشیه، نه جرم لختی یا جرم سکون. جرم سکون با ترازوی دو کفی به دست میاد. حالا جرم لختی رو من چطوری اندازه‌گیری کنم؟ جرم لختی رو باید به وسیله قانون دوم نیوتن F مساوی ma اندازه‌گیری کنم، به کمک یک نیروسنج و به کمک یک شتاب سنج. به این صورت که جسم رو تحت تاثیر یک نیروی مشخص که مقدارش رو میدونیم قرار میدیم، شتابی رو که به دست میاره اندازه میگیریم، F رو تقسیم بر A میکنیم و مقداری که اینجا برای M به دست میاد مقدار جرم لختی جسمه. توجه کنید که اگه سرعت به اندازه کافی کوچیک باشه، اونقدر کوچیک که نسبت به c یا سرعت نور قابل اغماض باشه، اینجا جرم لختی نیوتنی اندازه‌گیری میشه. اما اگه سرعت زیاد باشه، طوری که سرعت و تغییراتش نسبت به سرعت نور قابل توجه باشن، اونجا دیگه ما جرم لختی نسبتیش رو اندازه‌گیری میکنیم. جرم لختی گفتیم متغیره مگه در سرعت‌های خیلی پایین، سرعتی که قابل مقایسه با سرعت نور نباشن. خب من سعی کردم مطلب رو
خلاصه و مختصر و مفید بگم، وگرنه در مورد همین مطالب خیلی بیشتر میشد بحث کرد. اگه این ویدیو مورد استقبال شما قرار بگیره، من ویدیوهای بعدی هم در مورد جرم میسازم. کلا هر ویدیویی که میسازم موارد بعدی که در اون رابطه ساخته بشن بستگی به بازخورد شما عزیزان داره. هرچی بیشتر لایک کنید، هرچی بیشتر سابسکرایب کنید، هرچی بیشتر کامنت بذارید و با من تعامل داشته باشید، این نشانه مثبتی از این که از این موضوع خوشتون اومده و علاقه‌مندید در مورد اون بیشتر بدونید. اگه میخواهید منو حمایت کنید، اگه میخواهید بیشتر یاد بگیرید، اگه میخواید بیشتر با هم دیگه تعامل داشته باشیم و به من بیشتر یاد بدید، حتما لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اگه میخواید دوستانتون هم یه چیزی از ما یاد بگیرن، واسه اونها هم همرسانی بکنید. پیروز و موفق باشید.